همچنان که دوستان دارم چند تا ویدیو واسهتون درست میکنم و بهتون دارم میگم که کاتاکلیز چه اتفاقی در آینده واسش میفته و چه تغییراتی میکنه و شما باید در آینده چه کارهایی انجام بدید، تصمیم گرفتم یه ویدیو هم بگیرم که آقا شما همین الان داخل لیچ کینگ هستید باید چه کارهایی انجام بدید که واسه کاتاکلیز بتونید بهتر آماده بشید. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، من یه سری کارا رو داخل دفترم دسته‌بندی کردم که میخوام بهتون بگم که شما همین الان میتونید انجامشون بدید و باید انجامشون بدید، خلاصه که بتونید آماده بشید واسه کاتا و گلد خیلی خوبی در اون موقع ها در بیارید. خلاصه میخوام یه سری چیزا، یه سری تکنیکا میخوام بهتون بگم که به شدت به دردتون میخوره. خب در مرحله اول کاری که باید بکنید واسه آماده سازی واسه کاتا گلد جمع کردنه. خب مشخصه که قبل همه اکسپنشن ها گلد جمع کردن قبل شروعش خیلی مهمه، ولی این دفعه تو کاتا واقعا فرق کرده به خاطر اینکه آیتم ها و متریال های ریر خیلی داخل کاتا گرون هستن. الان من میتونم به شما بگم که کاتاکلیز یکی از اکسپنشن های جهان وارکرافت هستش که گرونترین متریال ها را داره. یکی از دلایلی که متریال ها قراره داخل کاتاکلیز خیلی گرون بشه اچیومنت ها واسه گیلد ها هستش. مثلا یک گیلدی اچیومنت داره که به گیلد ممبراش دستور میده که 5000 تا فلاسک بگیرین کرافت کنین تا این اچیومنت رو بگیرین. وقتی که گیلد ممبرها اون اچیومنت رو کامپلیت کنن لول گیلد بالا میره. وقتی که لول گیلد بالا بره گیلد قدرتمندتر میشه. وقتی که گیلد رو قدرتمندتر بشه واسه شون پلی دادن و بازی کردن راحت‌تر میشه و کلیر کانتنت ها راحت‌تر میشه همچنان. پس گیلد ها در کاتاکلیز همیشه تلاش میکنن که اچیومنت هاشون رو کامپلیت کنن. حالا شما در نظر بگیرید که اچیومنت داریم که آقا کرافت کنن با لدر ورکینگ، اچیومنت داریم که آقا مثلا فلاسک آلکیمی بسازن و اینها باعث میشه که متریال ها داخل کاتاکلیز گرون باشه. جدایی از این مسئله دلیل بعدیش اینی که داخل کاتاکلیز یه سری از گیرهای بیایس توسط بلک اسمیسینگ، لدر ورکینگ، تیلورینگ ساخته میشه. یعنی شما دقت داشته باشید واسه تک تک کلاساتون حداقل 2 تا بیوی BIS شما میتونید از این گیرها داخل اکشن هاوس بخرید و این یک دلیل شده که دوباره متریال ها داخل کاتاکلیز گرونتر از بقیه حتی اکسپنشن ها باشه. خلاصه که من امیدم نسبت به کاتاکلیز خیلی زیاد هستش به خاطر همچین دلیلی که الان به شما گفتم. شما هم اگر یک کمی بهش فکر کنید واقعا منطقی هستش که فکر کنید یک گیلد اچیومنت که حتما ملت باید کرافتینگ کنن چقدر میتونه روی قیمت متریال های خام تاثیر بذاره. دوستان کار دومی که شما میتونید بکنید همین الان داخل لیچ کینگ بچ جمع کردن واسه کاتا هستش. الان شما میتونید داخل لیچ کینگ بچ جمع کنید داخل کاتا خرجش کنید. چطوری؟ الان بهتون میگم. شما فرض کنید داخل لیچ کینگ بجایی که واسه فراست و ترامفتون رو جمع میکنید میتونید در کاتاکلیز به بج دانجن های کاتاکلیز تبدیل کنید، یعنی جاستیس پوینت. با جاستیس پوینت شما میتونید برید گیرهای لول 85 بگیرید و گیرهای خداییش خوبی هستن و بیشترشون گیرهای پربیس ریدی هستن که شما میتونید برید اونا رو بخرید و ازشون استفاده کنید واسه شروع رید زدن دوستان. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که دوستان شما باید داخل لیچ کینگ بج‌های فراست، ترامف جمع کنید و به خاطر اینکه این دو بج در آینده به بج کاتاکلیز تبدیل میشه و شما با بج کاتاکلیز در آینده میتونید به گیرهای 85 واسه خودتون بخرید. به همین راحتی. دلیل دومی که شما باید بچهای لیچ کینگ رو جمع کنید این هستش که بچها تبدیل به گلد میشن دوستان. الان شما دقت کنید بج امبل آف هیرویسم، امبل آف والور و اگه اشتباه نکنم امبل آف کانکوست در آینده که کاتاکلیز پر پچش میاد همشون تبدیل به گلد میشن. هر یک دونه ای که شما از این بچ ها دارید تبدیل به 5 گلد و نیم میشه دوستان. البته که من به شما پیشنهاد میکنم که این بچه ها رو اگر میخواید تبدیل به گلد کنید حتما برید داخل دلاران همشون رو تبدیل کنید به بج هیرویسم که فکر کنم ویدیوشو
چند وقت پیش گذاشتم، اگر نذاشته باشم فکر کنم شورتشم واسه شما حداقل بگیرم و آپلودش کنم که حداقل یاد بگیرید که چطوری باید این حرکت رو بزنید. خلاصه سرتون رو در نیارم، بجتون رو باید تبدیل کنید به امبل آف هیرویز. وقتی که به امبل آف هیرویز تبدیل کردید، برید با امبل آف هیرویز جم ها رو، یک سری جم های اپیک بخرید که اونا رو میتونید به قیمت خیلی بهتری داخل اکشنوس بفروشید. من اگر میخواید از بچه پول در بیارید، من اینو پیشنهاد میدم، وای نسید که بچه‌هاتون تبدیل به گلد بشه. به اصطلاح دوستان تصور کنید با 4000 تا جاستیس وارد کاتا شید. چی میشه دوستان؟ به شدت شما با 4000 تا جاستیس پوینت میتونید خیلی کارا و خیلی گیر داخل کاتاکلیز واسه خودتون بخرید. حداقل فکر کنم 3 تا تیکه گیر پربیس میتونید واسه خودتون بخرید که واقعا عالیه. شما واسه 4000 تا جاستیس پوینت جمع کردن داخل کاتاکلیز فقط کافیه داخل لیچ کینگ 346 تا امبل آف فروست یا 346 تا امبل آف ترامف جمع کنید که در آینده تبدیل بشه به 4000 تا جاستیس پوینت. چرا میگم 4000 تا جاستیس پوینت؟ به خاطر اینکه شما بیشتر از 4000 تا جاستیس پوینت نمیتونه به حساب شما اد بشه و نمیتونید نگهش دارید، به خاطر اینکه کپش 4000 تا هستش. پس دوستان الان که داخل اکسپنشن لیچ کینگ هستید، بچ های امبل آف هیرویسم، امبل آف کانکوست، امبل آف فالور برید باش جم بخرید تا تبدیل به گولد بشن. بچ های امبل آف فراست و امبل آف ترامپ رو بگیرید جمع کنید که داخل کاتاکلیز واسه تون جاستیس پوینت بشه تا در آینده بتونید باش گیرهای 85 بخرید دوستان. ولی قضیه فارم کردن یه سری از بچ ها و پوینت ها اینجا تمام نمیشه. بعد اینو بهتون بگم که شما از الان میتونید برید فارم هونور کنید، چون با هونورهاتون میتونید برید متریال بخرید. متریالی که داخل کاتاکلیز میاد میتونید برید با هونورهاتون متریال بخرید. دیگه شما فکرشو کنید. اما جدا از خرید متریال ها، شما میتونید در کاتاکلیز هونوراتون رو بچه‌ها تبدیل به جاستیس پوینت کنید. توجه داشته باشید، جاستیس پوینت کپش 4000 تاست. وقتی که شما وارد کاتاکلیز میشید کپش 4000 تا شده، هیچ ایرادی نداره. شما میتونید برید هونورتون رو به صورت جداگونه فارم کنید و وقتی که اون 4000 تا رو خرج کردید، هونوراتون رو دوباره تبدیل به اون جاستیس پوینت کنید و دوباره برید گیرهای بیشتری واسه خودتون بخرید. دیگه از این بحث این که چطوری گیر بگیریم و این داستانا خارج میشیم، بریم سراغ نکته بعدی. دوستان پروفشناتون رو حتما واسه اکسپنشن کاتاکلیز فیکس بکنید. مثلا دوستان من الان با پالادینم انچانتینگ و ماینینگ هستم. من به زودی ماینینگ رو میگیرم آنلرن میکنم و میکنمش انجینیرینگ که بتونم بهترین شرایط رو واسه خودم فراهم کنم واسه دانجن فارم زدن، بیو ها رو دیسنچنت کنم و واسه سریعتر شدن ران هم از اون بوت سرعتیم استفاده کنم. اسمش یادم رفت، فکر کنم نیترو بوت بود. اونو بگیرم استفاده کنم و سرعتم زیاد بشه. واسه همین میخوام یک سری از پروفشنالمو فیکس کنم و دلیل اینکه میخوام ماینینگ رو بگیرم آنلرن کنم به خاطر اینکه من داخل کاتاکلیز یک دروید هربو ماین دارم میارم بالا که دیگه نیازی به هربو ماین داخل بقیه کاراکترام ندارم. شما هم همینطوری واسه خودتون برنامه‌ریزی کنین که دقیقاً مثلا چه پروفشنالی بیارید بالا. گرچه من در آینده یک سری توضیحاتی به شما میدم که شما یه سری پروفشن بیارید بالا که بتونید ازش پول خیلی خیلی خوبی در بیارید. پس چنل حتما سابسکرایب داشته باش. خب در مسئله بعدی وصل شده به حرف قبلی میشه گفتش که کلی آلت و کلاس‌های مختلف بیارید بالا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر میخواید به صورت سامورایی توری پول در بیارید، چون حالا به خاطر GDKP، به خاطر ترانسمیت هایی که میتونید با پروفشنالتون انجام بدید و حالا با کرافتینگ هایی که میتونید با پروفشنال های مختلفتون انجام بدید، حتما آلتو کلاس های مختلفی بیارید بالا. که بازم میگم من نمیخوام این قضیه رو اینجا بازش کنم چون خیلی طولانی میشه و یک ویدیو جداگونه نیاز داره که من حتما در آینده واسهتون ویدیوش رو رکورد میکنم. نکته پنجمی که همین الان باید انجام بدید، خالی کردن بک هاتون و بانک هاتون هستش. اگه داخل بانک هاتون و بک هاتون یه سری مثلا فینگر دارید یا مثلا یه سری ترینکت و نک دارید، اینا رو بگیرید دیسنچنت کنید اگه نیازشون نداره، به خاطر اینکه اینها تبدیل به ترانسموگ نمیشن، چون اینا اصلا هیچ شکلی واسه شما ندارن. داخل کاتاکلیز باید جای بگ و بانکتون رو خالی بذارید واسه ترانسموگ و آیتم هایی که میتونن تبدیل به ترانسموگ بشن و اضافه بشن به کالکشنتون. پس همین الان دوستان تا متریال دیسنچنت ها
قیمتشون پایین نیامده شروع کنید به دیسنچانت کردن و اینا رو نگه ندارید واسه کاتو، چون قیمتا داخل کاتو به شدت میرزه. دوستان مرسی که ویدیو رو تا اینجا با هم رو بودید. دوستان امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. اگر با این ویدیو حال کردید ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و واسه این ویدیو یه لایک کنید و کامنت انرژی مثبت واسه من بذارید. اگر هم دوست داشتید میتونید به کانال دیسکورد ما جوین بشید که لینکش رو زیر دیسکریپشن گذاشتم واسهتون. تا ویدیو بعدی بچه‌ها دمتون گرم. فعلا بدرود.